اینی که می‌بینی نمره یکی از بچه‌هاست که خودش تو خونه واسه آیلتس آماده شده و تونسته این نمره رو تو رایتینگ بگیره. شاید بپرسید چطور؟ منم میتونم همون راهی که رفته رو برم، از تجربیاتش استفاده کنم؟ بله. امروز تو این ویدیو قراره با هم یاد بگیریم چطور خودخوان برای رایتینگ آیلتس تو خونه برنامه‌ریزی کنیم. با آیلتس آژاکس خوش اومدید. خب بالاخره نوبت رسید به ویدیویی که بچه‌ها خیلی منتظرش بودید. خیلی هم من درخواست کردید که بسازیمش و در ادامه ویدیوهای این که حالا چطور خودخوان برای آیلتس برنامه‌ریزی کنیم، امروز رسیدیم به یکی از مهارت‌های سخت، اذیت کننده، ولی مهارت‌هایی که واقعا با ارتقای اون اسکیل خاص میتونیم تقریبا کل سطح زبانمون رو ارتقا بدیم، چون چند جانبه است. امروز می‌خوایم راجع به رایتینگ صحبت کنیم، اینکه چطور تو خونه خودمون واسش برنامه‌ریزی کنیم. بچه‌ها رایتینگ 6 به اضافه 1 زاویه داره. حالا چرا اینجوری میگم؟ این از قصد اینطوری میگم، چرا نگفتی 7 زاویه؟ اول از همه 6 تا از مهمتریناشو باید یاد بگیریم. اون به اضافه 1 اگه می‌خوای بدونی چیه، تا انتهای ویدیو همراه من باش که بگم اون به اضافه 1 که بهت میتونه 1 تا 1.5 نمره خیلی ساده بده چیه و چطور میتونی یادش بگیری. اولین زاویه‌ای که باید بهش دقت کنیم خود بند دیسکریپتره. خب قراره در مورد این صحبت بکنیم. بعدی مهمترین چیز در رایتینگ گرامره. یه چیزی رو همینجا بگم بچه‌ها، اگر مثلا 2-3 ماه دیگه آیلتس داری، شاید یاد گرفتن تعداد زیادی لغت خوب مرتبط با موضوع تو این 2-3 ماه کاری سخت باشه، اوکی، و به راحتی نتونی نمرت از اون وکر بیاری بالا. اما تو این 2-3 ماه میتونی کلی گرامر ادوانس رو بهش مسلط بشی و لااقل جمله بندی تو پیشرفته تر کنیم. پس روی این گرامر خیلی باید تمرکز کنیم. خیلی واسهتون توضیحات دارم و امروز بهتون یاد میدم چطور حتی گرامر رو تو خونه خودخوان بخونید. موضوع بعدی وکبه که چطور وکب رو خودخوان بخونیم، چیکار بکنیم دامنه لغاتمون گسترش پیدا بکنه، لغات بهتری رو بتونیم تو رایتینگمون بنویسیم. حالا اصطلاحاً به اکتیو کردن مشهوره. بعدی اسای استراکچر. خب بدونیم آقا ساختار هر اسای چیه در رایتینگ آیلتس، چون مهمه نمره داره این قسمت، همینطوری نمیتونیم به سلیقه خودمون یه چیزی بنویسیم. بعدی که خیلی مهمه و تو رایتینگ متاسفانه ارزشمنده، بهش نمره داده میشه، اندازه گیری میشه، ایده پردازی ماست که چه ایده هایی بنویسیم که این ایده ها اندازه‌ای باشه که با نمره‌ای بده. مورد ششم که خیلی ها مشکل دارن باش، مدیریت زمانه. مثلا همیشه میگه اگه یه رو به اضافه وقت داشتم رایتینگ خوبی مینوشتم، اگه اون دستاوردهای مورد ششم مال توئه. و در نهایت به اضافه 1 که گفتم به اضافه 1 رو تا انتهای ویدیو با من باش که بهت بگم اون یه دونه چیه. خیلی هم مهمه. یه نمره شاید به هممون به راحتی بده اگه روش کار کنیم و تمرین کنیمش. بریم. اول از همه مورد 1 بند دیسکریپتر بود. خب بچه‌ها تنها چیز رسمی که ما داریم، تنها گایدلاین رسمی که ما داریم برای اینکه بدونیم چطور باید رایتینگ بنویسیم، یه برگه اینچنینیه به اسم بند دیسکریپتر برای رایتینگ. این برگه خیلی مهمه که بهش مسلط باشی، چون اون اگزمینر بر اساس این میاد تو رو به نمره میده. پس اگر ندونی این برگه چی بهت میگه، نمیتونی نمره خوبی داشته باشی، واسه اون نمره مد نظرت برنامه ریزی بکنی. این برگه بعضن سخت نوشته شده، یعنی یه جوری نوشته شده شاید مثلا حالا توش مثلا لغات تخصصی به کار برده، بچه‌ها متوجه نشن چی میگه. یه ویدیو ما قبلا تو این کانال ساختیم، این گوشه صفحه لینکش میاد میذارم اگه خواستید ببینید. من تو اون ویدیو بند دیسکریپتور رو برای شما به زبون ساده توضیح دادم، اصطلاحاً شیکوندمش، گفتم آقا واسه هر نمره باید چه برنامه‌ریزی داشته باشی، به چه چیزایی باید دقت کنی که به نمره‌های بالاتری برسی طبق بند دیسکریپتور. پس رو اون ویدیو که اومد و رفت کلیک کن، برو ببین بند دیسکریپتور چیه. بهت پیشنهاد میکنم اول اون ویدیو رو یاد بگیری، بفهمی بند دیسکریپتور به چی میگه، بعد بیای واسه بقیه قسمت ها برنامه‌ریزی بکنی. این خیلی امر مهمیه. ادامه میدیم دیگه رو بند دیسکریپتور، چون یه ویدیو قبلا ساختم ترمز نمیکنم. بریم یکی از مهمترین چیزها عذرخواهی میکنم، برسیم به سر وقت گرامر. بچه گرامر جمله سازی ما رو شکل میده. جمله سازی شاید حالا یه واژه عجیب غریب باشه، من با زبون خود بچه ها دارم صحبت میکنم، با زبون خود کندیدیت های آیلتس بهش میگن جمله سازی. جمله سازی یعنی چی؟ بچه‌ای که میگن گرامر مهم نیست و گرامر میخوام چیکار سخته، و من بعضا این سری حرفای عجیب غریب میشنم، مثلا این رایتینگ گرامر میخواد چیکار، رایتینگ همش اینه اونه. این جمله رو میخوام بخونید. میگه she decided to go out after she finished her homework because she didn't know it would rain later.
خب این یه جمله است، شاید هممون هم میفهمیم این چی داره میگه و ساده هم است، زیاد از نظر من گرامر خاصی نداره. خب همین جمله رو میشه اینجوری نوشت: She had finished her homework so she decided to go out not knowing it would rain later. چقدر عوض شد دیدی؟ اصلا انگاری یه پله همون حرفو داره میزنه ولی یه پله انگاری اومد بالا. حالا یه اینجوری ببینش، این جمله رو میشه حتی بهترش هم کرد و پیشرفته ترش کرد. میشه گفت Having finished her homework she decided to go out had she known it would rain later. ببین چقدر جمله پیچیده شد. این همون جمله اولی است. بچه‌ها زیاد چیز فکر نکنی الان کار خارق العاده، نه، فقط 2 تا گرامر پیشرفته توش پیاده کردیم. شما جای اگزمینر به نظرت سطح این شاگرد بیشتره یا سطح این شاگرد بیشتره؟ به کدوم نمره بهتری میدی از لحاظ گرامر؟ مسلمه به کدوم. پس نگید گرامر ارزش نداره. گرامر بسیار ارزشمنده و از طرفی تو 2-3 ماه اگه به آزمونت مونده این یه اسکیل گرامر به راحتی میاد بالا، چون خیلی ساده خودت میتونی تو خونه این گرامرها یاد بگیری. خیلی این گرامرهایی که حالا ما واسش ویدیو ساختیم، ولی میخوام قبل از اینکه برسم به ویدیوها و این حرفا بهتون میگم چطور تو خونه گرامرمون رو گسترش بدیم، رنج گرامریمون رو گسترش بدیم و گرامرهای جدیدتر یاد بگیریم. خب 3 مرحله داره بچه‌ها یادگیری گرامر در خانه. اول از همه خب پرواضح ترین چیز اینه که برین اون گرامر رو یاد بگیرید. Learn about the grammar. هر گرامری که هستش بلد نیستید، میخواید واسه اولین بار تازه شروع کنید، برید ببینید چی هست اون گرامر، یادش بگیرید. چطور اون گرامر رو یاد بگیرم، چه منابعی دارم. خب خیلی کتاب دوست دارن که من راستش زیاد خودم با این قضیه ارتباط برقرار نمی‌کنم، اما اگر دوست داری و راحتی با کتاب، خودتو اذیت نکن، دنبال گزینه دیگه‌ای نگرد. ولی اگه مثل منی مورد بعدی رو امتحان بکن. در رابطه با اونایی که کتاب دوست دارن، من والا کتاب گرامری که خودم ازش علاقه‌مند هستم و میشه خودخوان اینو پیش برد. خب بعضی کتاب گرامر از نظر من نیاز به معلم دارن، حالا یکی راهنماییمون بکنه، ولی کتابای این یوز رو میتونید به راحتی بگیرید با توجه به سطحتون. تو قسمت اول ایده پردازی، تو قسمت اول عذرخواهی میکنم خودخوانی، اینکه چطور خودخوان بخونیم، بریم پلیلیستش میتونید ببینید. بهتون اونجا توضیح دادم چطور خودتون تعیین سطح بکنید، ببینید سطحمون چیه، بعد بریم با توجه به سطحتون، حالا سایت بریتیش کانسل بهتون سطحتون رو میگه، بیاد ببینید کدوم کتاب به درتون میخوره. کلا اگه سطح ایوانه توی پیشنهاد میکنم همیشه از یه استاد کمک بگیر، گرامر رو یاد بگیری. اینو همیشه بهتون لااقل به B1 برس، سعی کن خودخوان بخونی. حتی اگه خیلی منابع محدود، تایتان باجت، یعنی حالا تو فشار مالی هستی، حتما یه استاد تو این سطح ایوانه تو کمک بگیر. خیلی سخت خودخوان خوندن، ولی از B1 به بعد خیلی راحت ترید دیگه. حالا میتونید خودتونم پیش برید. B1 B2 یا B2 و C1 اگه اون سایتی که حالا تو ویدیو قسمت اول معرفی کردم بهتون چنین سطحایی داد، میتونید با توجه به چیزی که رو صفحه میبینید کتابتون رو انتخاب بکنید. خب بعدی اگر حالا از کتاب دوست نداشتید یاد بگیرید، گزینه بعدی که میتونید گرامر رو یاد بگیرید اینترنته. آقا تو اینترنت دیگه حالا این همه اطلاعات هست با سلایق و حالا سیستم‌های مختلف اومده توضیح داده چطور یه چیزی رو یاد بگیریم. خب دیگه چه نیازی به کتاب هست؟ میتونید اینترنت برید. من واسهتون 2 تا لینک میذارم توی دیسکریپشن توضیحات ویدیو، اسمشو میذارم لینک 1 و لینک 2. اوکی، 2 تا سایته که بر اساس سطح CEFR شما، همون B1 B2 این حرفایی که حالا میدونیم، بر اساس سطح شما بهتون میگه آقا چه سرفصلای گرامری رو باید یاد بگیرید. خب خودش هم اصولا آموزش گرامر داره تو اون سایته و میتونید برید تو اون سایت مثلا گرامرش رو یاد بگیرید، توضیحاتش رو. حالا اگه با توضیحاتش حال کردید و اصطلاحاً باش ارتباط برقرار کردید. لینک 1 و لینک 2 اگه سختتون بود و نیاز به این داشتید که سخت بود، آقا انگلیسی متوجه نمیشم یکی بهم گرامر رو درس میده، هیچ کاری نداره. مثلا comparative and superlatives گرامر، برو تو گوگل بنویس گرامرش رو فارسی بنویس، تایتلی که از اون سایت برداشتی، مثلا اون سایت گفته تو باید comparatives and superlatives رو بلد باشی به عنوان فلان سطح. خب بیار اون عنوانش رو کپی پیست کن تو گوگل، به فارسی بنویس گرامر، واسط کلی منابع فارسی میاره که با بیانهای مختلف توضیح داده. یکیش واسط خوب در میاد که این خیلی خوب توضیح داده. بعضا خیلیشون هم تمرین حتی دارن اونجا، بتونید حالا تمرین بکنید. ولی یکی از وبسایتایی که من خیلی دوست دارم و همیشه بچه‌ها میگم خودخوان بخونید، فرادرسه. حالا یه مقدار آکادمیک و اینا توضیح داده، اگه سلیقت با من هم سو باشه تو هم خوشت میاد از فرادرس. میتونی جای گرامر بنویسی فرادرس، این هم وبسایت خوبیه.
به نظر من خیلی جامع توضیح داده، به خاطر همین من خیلی دوست دارم این وبسایت رو. ولی در هر صورت حالا چه گرامر فارسی بنویسی چه فقط درس بنویسی، آموزش‌های فارسی و واسط اینجوری میاره و به راحتی میتونی یادشون بگیری. یه لینک سومی هم میذارم، اسمش میذارم لینک 3. خود سایت بریتیش کانسیل اومده با توجه به سطح شما گرامر یاد داده بهتون. همونجا هم چیز داده بهتون، تمرین داده، میتونید تمرین بکنید، حالا یه فیدبکی بگیرید. لینک 3 میشه سایت بریتیش کانسیل، قسمت گرامرش که بر اساس سطح شما میتونید برید موضوعات گرامری رو یاد بگیرید. البته بگم انگلیسی یا فارسی نیست، اونایی که دوستان انگلیسی یاد بگیرن این گزینه رو هم دارن. به نظر من اینا چون خیلی متنوع، گزینه زیاد داریم تو اینترنت، به نظر من خیلی بهتر از کتابه. اما بعضیا خیلی با کتاب ارتباط میگیرن، اصلا حس خوبی دارن که به یک کتاب متکی باشن. پس اگه از دسته اول بودی با کتاب پیش برو، دسته دومم تا الان 3-4 راه بهت گفتم. اما یه راه دیگه هم داری، میتونی بیای تو کانال آیلتس آژاکس و با ما گرامر رو یاد بگیری. خیلی ساده میرید تو کانال ما، این بالا رو پلیلیست، این بالا میبینید گرد شد، رو پلیلیست کلیک میکنید. رو پلیلیست که کلیک کنید، این حالا تایملاینش هم اینه، گرامر آیلتس نوشته. اوکی، میتونید وارد پلیلیست گرامر آیلتس بشید و ما بیشتر بچه‌ها تو پلیلیست گرامر آیلتسمون اتفاقی که افتاده، من اومدم بیشتر گرامرهای سطح مثلا B1 B2 یا C1 رو توضیح، بیشتر، کمتر به گرامرهای، یعنی بیشتر B2 و C1 حالا حقیقتش رو بخوای کمتر به B1 و A2 اینا پرداختیم، اما گرامرهای پایه رو هم بعضا مثلا تنسا رو یکی دو تا موردی داریم. خیلی از گرامرهایی که نیازم و به ما نمره خوبی تو رایتینگ میدن و من اونجا توضیح دادم. مثلا یه چیزی مثل پارتیسیپل کلاز رو 2 قسمت حتی واسش ساختم. لینک پلیلیست رو نمیتونم این گوشه بذارم چون تعداد ویدیوهایی که میتونم گوشه صفحه بذارم محدود، کلی هم ویدیو میخوام بهتون معرفی کنم. همونطوری که بهتون آموزش دادم گفتم میرید تو پلیلیست ها و عکسش رو دوباره میارم اینجوریه، میرید تو پلیلیست گرامر آیلتس، اونجا میتونید آموزش ها رو ببینید. پس 3 تا راه داشتید برای اینکه گرامر یاد بگیرید. حالا که گرامر یاد گرفتید، تیکش میخوره. مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی اینه که اون گرامر رو تمرین کنیم. و حال تمرین نکنید چیزی قراره موضوع واسه جا بیفته. خب چطور تمرین کنم؟ من که میخوام خودخوان بخونم، استادی هم نیستش باهاش تمرین کنم. اصلا استاد که گرامر رو باهات سر کلاس زیاد تمرین خاص نمیکنه که، درسته؟ آموزش میده، فیدبک میگیره، درسته؟ ولی تمرین با خودته. این پرامپت رو میبینید؟ این پرامپت با هوش مصنوعی شما میتونید الان امروز روز بچه دیگه قدیما نیستش که ما مثلا اینترچنج و نوار کاست و این حرفا نیست. امروز هوش مصنوعی، یوتیوب، اینترنت فضای خیلی ویژه‌ای رو واسه ما فراهم کرده که ما بتونیم زبان رو خودخوان یاد بگیریم. این پرامپتی که رو صفحه میبینی یکی از بهترین پرامپت واسه یادگیری گرامره. نگران نباشید، تو این ویدیو خیلی پرامپت قراره بهتون بدم که با هوش مصنوعی تو خونه رایتینگ کار کنید. همه پرامپت رو هم یه فایل PDF میکنم میذارم کانال تلگرام. فقط اول اینجا توضیح بدم چون توضیح مهمه. ببینید پرامپت اینجایی که قرمز شده رو باید هر سری تغییرش بدید. این گرامر سابجکت، مثلا شما میخواید پارتیسیپل کلاز رو تمرین کنید، هر جا گرامر سابجکت میبینید، من اینجوری تو برکتم گذاشتم واسهتون که راحت پیداش کنید. هر جا گرامر سابجکت میبینید این حذف میکنید اون چیزو، اون گرامر سابجکت رو مینویسید پارتیسیپل کلاز یا عنوان اون گرامری رو که میخواید تمرین کنید، مثلا پرزنت پرفکت مثال میگم، اونو مینویسی. سطح CFR هم گفتم حتما برید قسمت اول ویدیو خودخوان رو ببینید، پلیلیست خودخوان آیلتس رو برید، سطح CFR تون اونجا در بیارید، اونجا بهتون یاد دادم چجوری این کارو بکنید. اینجا سطح CFR تون رو عوض بکنید. اگه بهتون گفت بیوانید، بیوانش کنید. همینجوری نگید من بیوانم بچه‌ها یا من B2 اما این باعث میشه این پرامپت جور دیگه عمل کنه با شما. ممکنه به اندازه نیازهاتون نباشه. اون وقت برید یه تست بکنید با خودتون، دیگه رو دعواسی نداشته باشید، خودتونی و خودتون، به کسی هم این وسط جوابی نباید بدید جز خودتون. ببینید سطحتون چیه. اینجا سطحتون رو عوض کنید. اوکی، یه دونه اینجاست، یه دونه هم اینجا من فراموشم شده قرمز کنم. میبینید B2 level student یه دونه، پس اینجا باید سطحتون رو عوض کنید، یه دونه هم اینجا باید عوض کنید. البته تو فایل PDF که تو تلگرام میذارم اینم قرمز کردم واسهتون که میسش نیده و حالا از زیر نظرتون رد نشه. خب وقتی این رو میدید به تلگرام، میدید به چت جی پی تی، چه اتفاقی میفته؟ اول از همه یه چیز خیلی مهمی رو بگم. چت جی پی تی وقتی میسازید، نمیدونم دقیقاً روزی چند تا پیام، 10-15 تا پیام باشه شاید، با چت جی پی تی اصطلاحاً 4O
4o مینی نه ها، این خیلی مهمه بچه‌ها. چت جی پی تی 4o، با چت جی پی تی 4o روزی 10-15 تا پیام رایگان دارید. اوکی، اگه تموم شد یه ایمیل دیگه بساز، با یه ایمیل دیگه برو تو چت جی پی تی. اوکی، دوباره چند تا پیام رایگان 4o داری، حتما با اون این کارو بکن. 4o مینی یه مقدار تعطیل از لحاظ مخی، یعنی به اندازه 4o زیاد قوی نیستش، پس حتما چت جی پی تی 4o. این خیلی نکته مهمه بودا. وقتی به چت جی پی تی میای میگی که مثلا اون پرامپتو میدی، چت جی پی تی با همون گرامر خاص بهت سوال جا خالی میده، از طرفی بهت سوال چند گزینه‌ای میده. ببین چقدر خوبه، اینا تمرین داره. یعنی چت جی پی تی بعد پرامپتی هم که بهت دادم سوالا رو حالا متنوع درست کرد، سخت، آسون، متوسط. از طرفی دیگه میاد بهت یه موضوع رایتینگ میده، میگه آقا در مورد این بنویس، حتی بهت توضیح میده، میگه آقا چجوری مثلا این گرامر پارتیسیپل کلاز رو بیار تو رایتینگت استفاده کن، اینجا رو اینجوری بنویس، مثال میزنه واسط، این کارو بکن اون کارو بکن. در کنار موضوع رایتینگ بهت گایدی راهنمایی هم میده که چی کار بکنی. در کنار اون حتی میاد واسط یه رایتینگ سامپل مینویسه در رابطه با همون موضوعی که بهت داده، با استفاده از همون گرامری که تو بهش دادی. یعنی حتی بعد اینکه نوشتی یه سامپلی داری که بیای چکش بکنی، ببین چیکار کرده، مثلا این چیکار کرده، من بتونم این جرقتو میزنه، استارتتو میزنه دیگه، آها این اینجوری کرده، منم برم پس اونجوری کنم. خیلی از اوقات میتونی الگو برداری بکنی و این خیلی خوبه. و در نهایت حتی بهت پاسخنامه میده. ممکنه بگی خب من سوالا رو جوابش از کجا بدم، یه بار دیگه باید بهش بگم جواب، نه بهت پاسخنامه هم میده. اینو بگم بچه‌ها، وقتی اون پرامپتو میدید، به هر حال چت جی پی تی هم جوابی که بهتون میده محدوده. ممکنه مثلا بهتون 5 تا سوال جا خالی بده یا 3 تا سوال جا خالی بده. شما میتونید با چت جی پی تی در ارتباط باشید. چت جی پی تی به من سوال جا خالی بیشتر بده، به من 25 تا دیگه سوال مثلا چند گزینه‌ای بده، به من 15 تا دیگه سوال مثلا جا خالی بده. این پی دی افی که رو صفحه میبینید رو من برای یکی از شاگردام درست کردم در مورد همون صفات تفصیلی و صفات عالی. دقت بکنید، 25 تا سوال جا خالی، 25 تا سوال چند گزینه‌ای، یه موضوع رایتینگ. حالا من رایتینگ سامپلش هم خیلی کوتاه‌تر واسه اون زدم چون سطحش پایین‌تره، واسش گذاشتم. حتی پاسخنامه، یعنی میتونه یه فایلی به اینقدر تمیزی و جامع و کامل و شیک و پیک بهتون بده که تو تمرین کنی و این بی نهایت بار میتونه اتفاق بیفته. یاد نگرفتی؟ از اول پرامپتو بده، یه بار دیگه بهش بگو تعداد بیشتری سوال بهم بده، یه دونه مثلا پرامپت رایتینگ دیگه به من بده. همه این کارو میتونی با چت جی پی تی انجام بدی. پس یادت بشه این پرامپتو که میدی، اگه چیزیش میخوای بیشتر بشه یا کمتر بشه، باید دوباره با چت جی پی تی صحبت بکنیم. میگه آقا این تعداد دیگه من از فلان مدل سوال بده، یا یه موضوع رایتینگ دیگه مثلا بهم بده، یا یه سامپل دیگه واسم بنویس. اینا رو دیگه از یعنی استارت مکالمت رو اون دستور من زده، مابقیش خودت با چت جی پی تی پیش ببر. حالا ممکنه بگی که آقا من تمرینم هم کردم، اوکی استاد مشکل من میدونی چیه؟ اینا رو نمیتونم تو رایتینگ خودم بیارم، چی کار بکنم؟ اینا رو نمیتونم بیارم تو رایتینگ استفاده کنم. برای اونم قرار راهکار بدیم. آقا گرامر پارتیسیپل کلاز رو مثال میگم، یاد گرفتی، تمرینم کردی، میشینی پای رایتینگ آیلتس نمیشه، هر کاری میکنی نمیشه، یا اونجوری که باید بشه نمیشه، یه درصد کمی میشه. حالا چی کار بکنیم؟ برای اون هم راهکار داریم. راهکارش چیه؟ اول از همه 2 مدل تمرین داریم که باید انجامش بدیم دیگه. اینجا بعد با موضوعات رایتینگ آیلتس قراره، مثلا از فلان کمبریج فلان موضوع برداشتی، شروع کردی به تمرین کردن، میخوای حتما هم توش پارتیسیپل کلاز بیاری. راهکار اول اینه که اصلا محدودیت زمانی نداشته باشی، یعنی فلان موضوعی که پیدا کردی از رایتینگ آوردی، اصلا ساعتو بذار کنار، مهم نیست، من اینو میخوام تو 3 ساعت میخوام رایتینگ بنویسم. چون هدف این رایتینگ الان تمرین آیلتس نیست صرفاً، الان اینه که من این گرامر خاص رو بیارم استفاده کنم تو رایتینگم. هدف بیشتر اینه، ولی تو موضوعات آیلتس میچرخه. حالت بعدیش، شرط بعدیش اینه که موضوعات ساده رو بیار، یعنی یه موضوع سخت نه که ایده پردازیش همینجوری ندونی چیه، یه موضوعی که ساده است، تاپیکو میخونی 1001 ایده داری واسش. خب قرار نیست آیلتس رو صرفاً تمرین بکنیم، قرار بیشتر گرامر اینجا تمرین بکنیم. هدفمون هنوز تو گرامر هستیم. پس نیاز نیست تایم داشته باشی، موضوعات ساده رو حتما بیار استفاده کن. مثلا چی کار میکنی؟ برای مثال زمانی که داری مینویسی، چه این چیزی من نوشتم: Students become sophisticated in a skill that is beneficial for them, and when they become adults, they will have a high chance of being independent and skillful. من چه این جمله ای نوشتم. خب هر وقت داری می‌نویسی، حالا بچه‌ای که گرامر پارتیسیپل کلاز رو دیدن تو پلیلیست گرامر ما هستش، 2 قسمت هم واسش ویدیو ساختیم. هر وقت داری می‌نویسی جمله به جمله ببین آیا این شرطه
که من بهت گفتم تو ویدیو پارتیسیپل کلاس رو داره؟ بله داره. این دی استودنت، خب ضمایر یکی هستن، داره مثلا این نتیجه رو میگه، داره فلان، پس اینا رو بررسی کن، آنالیز کن. سر همین رایتینگ طول میکشه. خب جمله به جمله این کارو بکن، ببین چه این شرطی رو داره. واسه هر گرامری میتونی این کارو کنی. دارم پرزنت پرفکت مینویسم، آیا شرط پرزنت پرفکت رو داره؟ دارم اونو تمرین میکنم. دارم پسیو میکنم، آیا میتونم این جمله رو پسیو کنم؟ آیا شدنیه؟ همه نه خود بپرس، ذهنتو درگیر کن. اینجا وقتی ذهن درگیر، کار خسته کننده و زمان بریه بچه، ولی نتیجهش نتیجه خوبیه. بله داره، من میتونم اینو اینجوری عوضش بکنم. این شو پارتیسیپل کلاس شد. هر جا رو فهمیدی خودت که میتونی عوض بکنی تو اون موضوع رایتینگ خاص، این کار رو انجام بده. یه جایی هم شاید متوجه نشی یا مثلا از دست در بره، یه جایی شاید اشتباه اصلا نباید تغییر میدادی. مثال میگم تو گرامر پارتیسیپل کلاس فقط دارم مثال میذارم. میبینم بله اونجا رو میتونستم با پارتیسیپل کلاس تغییر بدم و تغییر دادم، حالا یا انجام دادم یا متوجه نشدم یا اشتباه انجام دادم. اونیو که میتونی اون لحظه از دستت برمیاد رو انجام بده. خب بعدش چی استاد؟ بعدش میری دوباره پیش چت جی پی تی. چت جی پی تی دوباره 4O مینی، نه اینو همیشه تاکید میکنم چون خیلی مهمه. این پرامپت رو میدی به چت جی پی تی، این دفعه پرامپت دیگه است. دوباره اونجایی که گرامر سابجکت نوشته، همون گرامری که داری تمرین میکنی و میدی به چت جی پی تی. در انتها یه جایی زدم مای اسای 2 اینتر. اوکی، کلید شیفت و اینتر رو میگیری، چون اینتر رو خالی بزنی پیامت فرستاده میشه. شیفت و اینتر رو میگیری، میای خط پایین، رایتینگ خودت رو کپی پیست میکنی تو این جایی که اومدی خط پایین. این پایین که مثلا اینی که میبینی مثلا فونتشو من عوض کردم، رایتینگ منه برای مثال. خب اینو میدی به چت جی پی تی، کل رایتینگ تو میدی به چت جی پی تی. هدف چت جی پی تی وقتی این پرامپت رو بهش میدی اینه که بیاد بررسی کنه، ببینه یک، آیا اون گرامر خاص رو درست تو اجرا کردی یا نه؟ اگه نه کجا غلط بوده، دونه دونه‌شو واسط میکشه بیرون میگه. دو، کجاها میتونستی اون گرامر رو اجرا کنی بیاری و نکردی؟ چون من بهش میگم هر جا که میتونستم به این گرامر خاص رو اجرا کنم و نکردم و بهم بگو. 3، کجا غلط اجرا کردی؟ چه کجا مثلا میتونستی این کارو بکنی و نکردی؟ اینا همش دونه دونه باعث این میشن که تو متوجه بشی کجا میتونستی این کارو بکنی، کجا نمیتونستی این کارو بکنی. 10-20 رایتینگو که با چت جی پی تی اینجوری کردن انجام بدی، ذهن تربیت شده دیگه، میدونی باید چی کار بکنی، یاد میگیری. پس حتما چت جی پی تی 4O، دوباره اینو میگم، نکته مهمیه. مورد بعدی میخوریم به استراکچر. از بحث گرامر بیایم بیرون، بریم سراغ بحث استراکچر. چطور؟ گفتم یکی از زاویه ها استراکچر رایتینگ ما بودش. خب چطور استراکچر ها رو یاد بگیریم؟ استراکچر ها رو میتونید دوباره بیاین تو پلیلیست ما. یکی از ساده ترین و بی درد سرترین کارهایی که بهتون میگم اینه که بیاید تو پلیلیست ما، چون واقعا سر پلیلیست رایتینگ تو تاسک 2 من خیلی با وسواس کار کردم و میتونید تقریبا همه چی رو پیدا کنید. پلیلیست اونم کامل راجع به استراکچر، دست کم. میاد تو پلیلیست، سرورگ پلیلیست اگه نگاه بکنید یه چیزای رایتینگ تاسک 2، عکس من بغل لیز و سایمنه. میتونید بیاید توی اون چی میگم پلیلیست کلیک بکنید و برید داخل. اول از همه یه پیشنهادی بکنم واسه تاسک 2، سعی کنید بچه‌ها به یک استاد، به نظر یک استاد دقت کنید. یعنی یه چیزی رو از من نبینی، یه چیزی رو از سایمن ببینی، یه چیزی از استاد اکس و ایگرگ، اینا نه، این کارو نکن. چون نظر هر کسی رو یه چیزی ازش میگیری، یه پارچه 40 تیکه تحویل دادی در نهایت که هیچ یک پارچگی نداره. این خوب نیست. من نمیگم منو ببینید، اصلا منظورم این نیست. من به هر حال دارم از کانال خودم به شما آموزش میدم، دارم از طریق خودمونم میگم. اگر سایمن رو دوست داریم برای مثال، فقط از سایمن استراکچر رو یاد بگیرید. ما بقیه مطالب میتونید یکی دیگه یاد بگیرید. اگه سایمن میگه تو پاراگراف 1 فلان کن، پاراگراف 2 فلان کن، یا استاد فلانی میگه این کارو بکن، فقط با نظر اون استاد پیش برو. چون از کوهیژنت کم میشه، از یک پارچگیت کم میشه. اگه داریم مثلا از من دقت میکنی، من چی گفتم، فقط با نظر من پیش برو، نظر دیگران رو قاطی نظر من نکن. همینطور برعکس. خب برای استراکچر تاسک 2 ما یه اپینین اسای داریم که بچه‌ای که نمیدونن، همونایی که میگن اگری اور دیس اگری یا پوزیتیو اور نگاتیو، اینا میشن اپینین اسای، که این دوتا ویدیو رو پیشنهاد میکنم ببینید. ویدیو دست راستی یکم قدیمی‌تر، یه مقدار سخت‌تر توضیح دادم اونجا، حالا واسه بچه‌ای که شاید مثلا بخوان حالا نمرات خیلی بالایی بگیرن. اما این یکی واقعا زبونش ساده‌تره. اپینین اسای خیلی ساده‌تر، با پاورپوینت هم هستش این ویدیو دومی که من بغل لیز و سایمنم. اینو اگه ببینی این راحت‌تر اپینین اسای رو بهت یاد دادم. اما اگه میخوای حالا این مقدار عمیق‌تر موضوع یاد بگیری، میتونی اون یکی ویدیو رو ببینی. در صورت دوتاشو ببینیم بد نیست. این برای اپینین اسای.
دومین نوع اسای که داریم و تو استراکچرش رو باید بدونید دیسکاشن اسای، اونایی که میگن discuss both views. خب تو این discuss both views هم دوباره 2 تا ویدیو ساختیم. این اولیه قدیمی تره و یه مقدار شاید حالا واسه نمره های بالاتر من اون موقع هدف داشتم توضیح بدم، البته ویدیو خوبیه، ولی این دومی خیلی موضوع خورد کردم، یعنی دیگه واقعا رفتم تو اتم های موضوع دیسکاشن اسای و همین که با قهوه تلخ منجا مستشارم میتونی اینو بزنی. این دومی با پاورپوینت، اولیه پاورپوینت نداره، دومی خیلی دیگه زیاد تو جزئیات رفتم ساده تر توضیح دادم. اولیه هم خوبه، یا 2 تاشو یا دیگه حالا دست کم این رو ببینید. موضوع بعد یعنی اسای بعدی در تسک 2 ادوانتج دیس ادوانتج اسای هستش، همین که میگه دو دی ادوانتج اوید دیس ادوانتج و این حرفا. دوباره برای اینم 2 تا ویدیو داریم. خب این دوباره قدیمی تره، یه روش تو اینجا معرفی کردم، این جدیدتر دوباره با پاورپوینت یه روش دیگه اینجا معرفی کردم. تامنیلاشونو گذاشتم که ویدیوها رو بتونید به راحتی پیدا بکنید. حالا هر کدوم دوست داشتید میتونید 2 تاشو ببینید، هر روشی که واسهتون راحت بود میتونید اجرا بکنید. این یکی با پاورپوینت حالا یه مقدار دوباره ساده تر و ریزش کردم، مطلب اصلا جویدم تحویلتون دادم. مورد بعدی میشه problem solution essay که میگه آقا فلان چیز مثلا چه مشکلاتی به وجود میاد، چطور میتونیم حلش کنیم. حالا جزئیاتش بیشتر از این حرفاست که بخوام اینجا توضیح بدم. برای این یه ویدیو فعلا بیشتر نداریم، اونم این تامنیلش، میتونید برید تو هم پلیلیست ببینید. و آخری هم میشه دابل کوئسشن اسای که حالا که ریزن ایمپکت داره، انواع مختلف داره طبق دسته‌بندیایی که خودم انجام دادم. 2 تا ویدیو واسش داریم. تو این ویدیو که میبینید، این ویدیو یه مقدار کلیه تو دابل کوئسشن اسای ها، یعنی کلیت موضوع رو یاد میگیریم. این یکی ویدیو رو فقط روی یه مدل خاص از سوالای دابل کوئسشن کار کردیم اسم ریزن ایمپکت، که میتونم بگم 50-60% سوالای این نوع اسای ریزن ایمپکت، یعنی اینو ببینی میتونید راحت به 50-60% از سوالای اون که احتمالش هست بیاد به راحتی جواب بدی. پس اینا هم شدن واسه 5مین نوع استراکچری که تو تسک 2 داریم. و دوباره بریم واسه استراکچر برای تسک 1. این دفعه میخوام بگم البته میشه برای تسک 1 هم یه ویدیو خودخوان ساخت، ولی چون میخواستم حالا شاید طول بکشه اون ویدیو بیاد، بچه‌ای که میخوام ببینن کارشون راه بیفته برنامه‌ریزی بکنن، تو همون سربگ پلیلیست که برید، این میشه پلیلیست تسک 1 ما چنین تامنیلی داره، حالا خود عنوانش هم که هستش. داخل پلیلیست تسک 1 که بشید خیلی اطلاعات میبینید. تقریبا میتونم بگم راجع به تمامش، حالا تمام 100% واسه اکثر چیزهایی که ما تو تسک 1 انتظار میره به اون بخوره، حالا اکثر موضوعاتش مثل لاین گراف، حالا پای چارت، تو ترکیب اینا و نمیدونم دیاگرام و اینا واسهتون ویدیو ساختم. حتی وکب داره، اشتباهات رایجشو گفتم، گرامرشو گفتم، خیلی از چیزهایی که مرتبط با تسک 1 رو اونجا میتونید پیدا کنید. راحت بگم اگه راجع به تسک 1 اطلاعاتی نداری، من از وکب و گرامرش اینجا توضیح دادم تا نوشتن و سامپل و خیلی چیزای دیگه. میتونی بشینی اون پلیلیست رو ببینی مورد به مورد. مثلا بعضی از چیزا مثل لاین گراف 2-3 قسمت واسش ساختم و اینا رو میتونید خودتون تو خونه خودخوان ببینید و یاد بگیرید و تمرین بکنید. پرامپتش هم که حالا جلوتر بهتون میدم چطور با چت جی پی تی تمرین بکنید. بعدی میشه vocabulary and idea generation. این 2 تا زاویه رو با هم دیگه قراره اینجا بررسی کنیم. خب گرامر رو یاد گرفتیم، استراکچر هم یاد گرفتیم، چطور وکب و ایده پردازی یاد بگیریم. خب دوباره یه راهش میشه کتاب. بچه‌ها یکی از راههای خوب کتابه. من زیاد کتاب دوست ندارم، پیشنهاد هم نمی کنم، اما بعضیا خیلی کتاب دوست دارن و با کتاب یه حس امنیتی بیشتری دارن وقتی درس میخونن. دوباره سری کتاب‌های اینیوس از نظر من کتاب‌های خوبی هستن، با توجه به سطحشون اینا روش نوشته. انتخاب کنید ببینید کدومش، رو بکنید رو برنامه وکب بخونید. اگر دوست نداشتید میتونید از کالینز استفاده بکنید. در هر صورت من کتاب رو حالا عکساشو آوردم، به نظر من تو کتابای وکب اینا خیلی بهتر هستن نسبت به بقیه، ولی در هر صورت من خودم زیاد علاقه ندارم، چون به نظر من وکب زیاد با کتاب، مگر اینکه وقت زیاد داری تا آیلتس، مثلا از 1 سال قبل داری برنامه‌ریزی می‌کنی، مثلا 1 سال 1 سال و نیم داری برنامه‌ریزی می‌کنی، اون موقع کتاب خوبه. و باز هم راستش بخوای آپشن‌های بهتر کتاب داری، باز حتی در اون شرایط چی مثل اینترنت. از نظر من این خیلی بهتر از کتاب هستش. تو اینترنت چیه؟ من قبلا اینو تو ویدیو ریدینگ بهتون توضیح دادم بچه‌ها. تو اینترنت دنیایی از اطلاعات رو داریم. سایت هایی که این رو میبینید میتونید برید روزانه. من اسمشو همیشه تو این کانال گذاشتم قانون 30 دقیقه. حالا اگه 30 دقیقه هم بیشتر شد اتفاق نمیافته، به نفع خودتونه، ولی مینیمم 30 دقیقه بشه. برید تو این سایت ها، مخصوصا این The Conversation، موضوعات مرتبط با آیلتس زیاد دارن بچه‌ها.
یعنی مثلا میرید در مورد مثال میگم کرایم میخونید، میرید در مورد مانی میخونید، میرید در مورد نمیدونم کالچر میخونید، ادویکیشن میخونید، روزانه 30 دقیقه برید مطالعه بکنید این وبسایت ها رو و کلی لغت و کالوکیشن تو این مقاله ها پیدا میکنید. اینا رو یه جا بنویسید، حالا تو انکی میتونید بنویسید، تو حالا یه دفترچه خاصی. این ویدیو گوشه صفحه چوری بهتون توضیح دادم چطور دفترچه لغت بسازید باز خودتون. یعنی هر چی اینجا پیدا میکنید برید تو اون ویدیو راهش رو توضیح دادم ببینید که چطور میتونید دفترچه لغت باز خودتون بسازید. کلا اینا لغت که میکشی بیرون هم ایده یاد میگیری، یعنی ایده پردازیت قوی میشه، هم لغات مرتبط با موضوع یاد میگیری که خیلی بهتر از یه لیست بلند لغت خوندن که هیچ هدفی نداره مثل کتابای لغت. کلا بهتره. کتاب لغت از نظر من به درد اونی میخوره که هدفش اینه که زبان عمومیشو تقویت کنه. زیاد بحث آیلتس فعلا مطرح نیستش. این لیست وبسایت هاست، میتونی عکس بگیری و اون ویدیو هم که اومد رفت گفتم چطور این وبسایت ها استفاده کنی و لغاتشو بکشی بیرون. خب در رابطه با وکب و ایده پردازی یه راهکار دیگهش خود کانال آیلتس آژاکس بچه‌ها. حالا میتونید خیلی از ما هم تو این زمینه کمک بگیرید، چون ما یک کانال تخصصی تو آیلتس هستیم، یعنی رو موضوعات دیگه اصلا تمرکزی نداریم. یه پلیلیست داریم تو سربرگ پلیلیست هم برید به اسم لغات آیلتس. این پلیلیستمون حالا ویدیوهاش همینجوری داره آپلود میشه و آپدیت میشه. تو این پلیلیست که برید خب کلی لغت بهتون یاد دادیم، لغات مرتبط با موضوع، آقا چه سینونیم هایی باید بنویسیم تو پارافریز، چه سینونیم هایی نباید بنویسیم و لغات موضوعی، لغات اسپیکینگ، لغات رایتینگ خیلی به درتون میخوره. کلا یه سر به اون پلیلیست بزنید، کلی لغت هم اونجا هستش. حالا یادگیریشون خالی از لطف نیست. اما یکی از مهمترین چیزها در لغت و ایده پردازی یه پلیلیست جدیدیه که داریم میاریم بالا و این پلیلیست خیلی به درتون میخوره. تو همون پلیلیست ها برید میبینید زده ایده پردازی و لغات و کالوکیشن رایتینگ تست. البته من شاید این تامنیلش رو عوض بکنم، ولی اسم پلیلیست ایده پردازی لغات و کالوکیشن های رایتینگ تست 2 آیلتس. خب و دقیقاً همین کارو میکنه این پلیلیست، یعنی هم ایده پردازی داره، هم لغات داره، هم کالوکیشن داره. تا الان 2 تا قسمت حالا که میگم بهتون، حالا شاید سومیش هم قبل از انتشار این ویدیو بره، 2-3 قسمتش رفته و من تقریبا هولوشن 10 قسمت دیگه هم ساختم واسش، حالا در حال ضبطه. یعنی 12-13 قسمت آماده داریم تا الان. تو این ویدیوها چه اتفاقی میفته؟ تو این ویدیوها شما میایید، اولین چیزی که اتفاق میفته 20 تا تاپیک پرتکرار داریم تو آیلتس، اوکی، که این 20 تایی هستن که رو صفحه میایید در مورد این 20 تا تاپیک پرتکرار آیلتس اول از همه ایده پردازی یاد میگیرید. یعنی اون بچه‌ای که از ایده پردازی میترسن، مشکل دارن، با دیدن این ویدیوها کل میتونین بار فکری ایده پردازی از رو ذهنتون برداشته میشه. چون یه سری ایده هایی وجود داره، من یه سری حالا چی میگم کریتیکال تینکینگ یا تفکر نقادانه بهتون یاد میدم که بتونید از زوایای مختلف اینا ببینید و اون ایده ها رو اجرا کنید، بنویسید تو رایتینگتون. تو تمام استراکچر رایتینگ هم یه جوری به دردتون میخوره. از طرفی کلی بهتون لغت و کالوکیشن موضوعی یاد میدم. مثلا راجع به موضوع ادویکیشن بهتون لغت یاد میدم و کالوکیشن که این خیلی خوبه. یعنی یه سری کانتنت ریلیتد وکابیولری دارید یاد میگیرید که اینا نمرتون رو میاره بالا. یعنی یه ویدیو میبینی نیم ساعت، حالا شاید مثلا از وقت بگیره، ولی یکی از موضوعات سخت آیلتس تیک میخوره. هم لغت بلدم، هم ایده بلدم، هم کالوکیشن، فقط باید روشون تمرین بکنم. خلاصه که بچه‌ها پیشنهاد میکنم که این پلیلیست رو از دست ندید، چون با یه حساسیت و وسواس خاص دارم این پلیلیست رو میسازم و همینجوری که میبینید بهتون پرو کان میدم، کلی لغت میدم، کلی کالوکیشن میدم مرتبط با موضوع، لغاتی که واقعا نمرمون رو میاره بالا. حتما اون پلیلیست ایده پردازی رو برید ببینید، بهتونم آدرس دادم از کجا و طی همین حالا این ماه تقریبا میتونم بگم 7-8 قسمت دیگه دست کم میاد تو اون پلیلیست که حالا به مرور زمان فعلا تمرکزم رو اون پلیلیست کاملش میکنیم. بریم جلو. خب استاد ما اینا رو نوشتیم، گرامر، ایده پردازی، وکب، همه اینا رو گفتی، خیلی عالی. آقا من چوری تصحیح کنم این رایتینگو؟ اوکی، یه معضلیه دیگه. به هر حال یکی باید این رایتینگای منو تصحیح کنه، من بدونم، یکی دست منو بگیره بهم یاد بده. چیکار کنم این تصحیح رایتینگ؟ خب اولین چیز، بهترین گزینه از نظر من اینه که از یک استادی، از یک کارشناسی بخواید رایتینگاتون رو صحیح کنه. حالا واسه بعضیا این که بخوان همه رایتینگاشون رو بدن یه استاد صحیح کنه خیلی حالا هزینه بره. بعضی هم اصلا حتی هزینه همون 1-2 تاش هم
حالا یا دوست ندارن بکنن یا فعلا شرایطش رو ندارن که هزینه‌اش رو بکنن. اما اگه دارید لااقل هفته‌ای مثلا یه دونه 2 تا 3 تا رایتینگ بدید یه استاد واسهتون تصحیح کنه، خیلی خوبه. اگر به هیچ عنوان دوست ندارید، نمیخواید، نمیتونید، هر چی که هست، به هر حال گزینه بعدی آلترناتیو چیه؟ یا حتی اگه دادید به استاد مثلا میخواید 2 3 تا بدید اما هفته‌ای 10 تا رایتینگ می‌نویسید، اون 7 8 تا مونده رو چیکار بکنیم؟ گزینه بعدی الان هوش مصنوعی بچه‌ها. یعنی امروز ما با هوش مصنوعی به راحتی میتونیم خیلی از کارهای خودمون رو انجام بدیم. واقعا حالا قطعا شاید مثل استاد نباشه ولی یه تجربه خیلی خوبی رو میتونه به ما بده تو اسای کارکشن. یه سری ریزه‌کاریایی میده شاید هر استادی حوصله نکنه اونو بهمون بده. با چت جی پی تی دوباره میگم 4O خیلی مهمه. 4O مینی نه، این کارا هوش 4O مینی در این حد نیستش که بخواد بهتون این کمک کنه. چت جی پی تی 4O روزی 10 15 تا مسیج رایگان داریم، حالا نمیدونم دقیقاً چقدر. اگه تموم شد یه ایمیل دیگه بسازید. دیگه مثل قدیم هم نیست چیزی که من دیدم. قدیما شماره تلفن می‌خواست و مصیبت، الان فقط یه ایمیل می‌خواد، هیچ کار خاصی نداره. چیکار بکنیم باش؟ خب چت جی پی تی رو باز میکنید، رو این آیکونی که این گوشه هستش، با کامپیوتر باید این کار کنید. البته با گوشی هم شاید بشه ولی خب بهتره با کامپیوتر این کارو بکنید. رو این آیکون کلیک میکنید. رو این آیکون چی باید بزنید؟ وقتی میزنید فایل بند اسکریپتر رسمی آیلتس رو برای رایتینگ آپلود میکنید اینجا. حالا فایل بند اسکریپتر رو از کجا پیدا کنم؟ من تو کانال تلگرامم میذارم فایل بند اسکریپتر رو. تمام پرامپتایی هم که تا الان توی ویدیو گفتم توی فایل پی دی اف دیگه براتون قرار میدم. اگر از تاریخ این ویدیو حالا خیلی گذشته داریم میبینی و میخوای بری اینا رو پیدا بکنی، کاری نداره، برو تو کانال تلگراممون یا سرچ کن بند اسکریپتر اگه اون فایل بند اسکریپتر رو میخوای، یا سرچ کن پرامپتس اگه اون فایل پرامپت رو میخوای، دستورها رو میخوای. هر چقدر هم گذشته باشه از تاریخ این ویدیو، اون 2 تا فایل رو واسه تو کانال تلگرام ما میاره، دانلودشون کن. اینجا فایل بند اسکریپتر رو آپلود بکن، خیلی مهمه. وقتی که آپلود کردی حالا میریم به چت جی پی تی فرمان بدیم. این فرمانی که میبینی و به چت جی پی تی بده که این فرمان تو اون فایل پی دی افی که گفتم سرچ کنی پرامپت هم هست، واسط میاره. زیاد نگران نباش، میتونی به راحتی کپی پیست کنی از اون فایل. این فرمان رو بده به چت جی پی تی. عرض کنم خدمتت که 2 تا چیز رو باید اینجا تغییر بده. اینجا که نوشتم اسای پرامپت، صورت سوال رو واسه چت جی پی تی کپی پیست میکنی. اینجا که نوشتم مای اسای خودت رو کپی پیست میکنی. پس بالایی پرامپت صورت سوال، پایینی رایتینگ خودت. تو اون فایل اتچمنت هم که برداشتی بند اسکریپتر رو آپلود کردی. بعدش اینتر رو میزنی، چت جی پی تی میاد زیر و بم رایتینگ تو رو کلا میکشه بیرون، بهت کلی آنالیز میده. آقا اینجا خوب بود، اونجا بد بود، اینجا اینجوری بود، این کارو میتونی فلان بکنی، اون کارو میتونی مثلا اینجوری بکنی، اینجا رو فلان گرامر فلان چیزو اشتباه استفاده کردی، اینجا میتونستی لغات بهتری بیاری. کلا رایتینگ تو یه جور دیگه ارتقا میده و تو نمه نمه میفهمی که آقا مشکلاتم چیه. حتی میتونی با چت جی پی تی فالو آپ کوئسچن، فالو آپ کانورسیشن داشته باشی. چت جی پی تی بنا حالا اینجایی که میگی مثلا گرامرش فلان، من چیکار میتونم بکنم واسه بهبودش؟ یا اونجایی که میگی لغتش اینجوریه چیکار میتونم بکنم؟ یا پیشنهادت واسه اون قسمت چیه؟ حتما این فالو آپ چت رو داشته باش با چت جی پی تی. حتما بخون چی بهت میگه و هر جا واسه سوال شد از خودش بپرس. به راحتی هم بهت توضیح میده، بدون هیچ مشکلی اینو بهت توضیح میده. یه نکته خیلی مهم، هیچ وقت از چت جی پی تی نخوا بهت نمره بده. بچه حتی اگه به استادی هم میرید رایتینگتون رو صحیح کنه، حالا شاید اون نمره‌ای که استاد بهتون میده حالا مثلا یه حس خوبی بده، مثلا بگه 6 میگیری، 6.5 میگیری، 7 میگیری، اصلا میری ماک رسمی میدی بهت میگه فلان میگیری، خوبه. ولی واقعا قرار نیست اون نمره‌ای که طرف بهت میگه میگیری و تو بگیری. نمره‌ای که قراره بگیری و یه نفر آدم به اسم اگزمین روز آزمون قراره بهت بده. مثلا من جواد نجوری یا فلان استاد یا فلان مرکز ماک که رفتی یا گفت فلان میگیری، من مثال‌ها دیدم که نمرهشون اصلا اونی نشده که بهشون اون استاد یا اون آزمون ماک گفته. شاید خودتون هم زیاد دیده باشید. حرفم چیه؟ حرفم اینه دنبال نمره نباشید. شما اگه دنبال نقاط ضعفتون باشید اتوماتیک نمره میاد بالا. اون نمره یا الکی اتهام به نفستون میبره بالا یا بدتر میزنه اتهام به نفستون خراب میکنه. چت جی پی تی که کلا تعطیل تو نمره دادن، یعنی 1000 بار گفتم بهش یه رایتینگ 9 بگید بنویسه، همون رایتینگ 9 خودش رو توی چت دیگه بهش بگید نمره بده، همون رایتینگ خودش رو 6.5 میده. این کلا تعطیله، نمره نگید. یعنی الکی رویتون خراب میشه، نمیتونیدم به یه جایی برسید که حالا مثلا بگید الان آماده آزمونم، اصلا ولش کنید. ازش بخواد ارتقا، یه پرامپتی که دادم توش نمره نیست، میتونید تو پرامپت بنویسی بهم نمره بده، ولی
پیشنهاد نمیکنم که این کارو بکنی. حالا بعضی از بچه‌ها خیلی اصرار دارن استاد من نمره میخوام، من نمیدونم، بعضیا من هر چقدر میگم حرف خودشونو میزنن. برای شما عزیزان هم راهکار دارم اگر نمره میخواین. چت جی پی تی راهش نیست. حالا اگرم با استادی و چیزی نخوای پیش بری و حرف منم قبول نکنی، همچنان بخوای رو ایده خودت پافشاری کنی، میخوام به چند تا جای دیگر رو معرفی کنم که دست کم اینا از چت جی پی تی بهتر نمره میدن. ولی قبل از اینکه اینا بیاد من اسلایدو نشون بدم چیه، بازم میگم من حتی نمره ده اینا هم دقیق نیستش، خب ولی ضرب داره 10 از چت جی پی تی بهتون بهتر نمره میدم. میتونم اینو بهتون میگم. یعنی باز دیدم بچه‌ها اینجا رفتن یه اسای نوشتن آپلود کردن، خیلی نزدیک به این بوده نمره‌ای که گرفتن. چون اینو دیدم دارم معرفی میکنم اینجا. اولین سایتی که میبینید انگنوویت اصطلاحاً که هم تسک 1 میتونید باهاش تصحیح کنید، هم تسک 2، هم آیلتس جنرال، هم آیلتس آکادمیک، همه اینا رو میتونید بزنید. تسک 1 تسک 2 آیلتس جنرال آیلتس آکادمیک میگید بهش. این نمره‌ای که میده من والا طبق تجربه‌ای که تو بچه‌ها دیدم 1 تا نیم نمره حد اکثر تولرانس داشته، حالا بالاتر پایین‌تر، و این خودش باز به من یه حالا قوت قلب میده که این باز نزدیکتر داره شما رو تحسین میکنه. ریز نمره میده، مثلا تسک اچیومنت یا تسک مثلا ریسپانس این بوده، حالا موارد دیگه بر اساس بند دیسکریپتور میاد تحسین میکنه. لینک تمام این البته اینجا نوشتم، ولی تو اون فایل پی دی اف پرامپت هایی که گفتم لینک تمامشون رو تو اونجا هم گذاشتم. اولی انگنوویت کاملا رایگانه، هیچ هزینه‌ای نداره، به راحتی هم میتونید برید توش تحصیل کنید، رایتینگاتون رو تموم بره. دومی کت هاون اصطلاحاً این اگه اشتباه نکنم هفته یه رایتینگ واسهتون تحصیل میکنه، اونجا بعد باید بهش پول بدید. حالا دوستانی که میتونن این یه مقدار از انگنوویت هم شاید بهتر باشه، من دیدم حالا یه مقدار اسلایت، حالا اگه هزینه‌شو نداری بکنی یا دوست نداری یا واسه حالا چیز نیستش که بتونی این هزینه انجام بدی، زیاد قصه نخور چون زیاد با انگنوویت فرقی نداره. ولی که هاون هم خوب بود من میدم. البته بگم این فقط رایتینگ تسک 2، اون انگنوویت تسک 1 و همه اینا رو با هم داره، ستش خیلی کامل تره. من اولیو خودم بیشتر دوست دارم چون رایگانم است، نسبت به رایگانش سرویس خیلی خوبی ارائه میده. آخریش هم این زیاد جالب نبود راستش رو بخوایم من دیدم. حالا نه اینکه بگم بد بودا، ولی دقیقاً بابت همینه که دارم آخر میگم. نسبت به این اولیه من اینو به این ترجیح میدم. آیلتس 69 حالا که زدم اینجا، اینم رایتینگ تحسین میکنه. ولی اگه دیگه خیلی گیر نمره هستی و دوست داری حتما یه نمره بهت بدن، من پیشنهادم همین اولی است. گفتم لینک همه اینا رو توی کانال تلگرام میذارم. اگه خیلی وقت میگذره از این ویدیو سرچ کنید پرامپتس، تو انتهای پی دی اف این لینک این سایت ها رو گذاشتم، با یک کلیک میتونید برید داخل سایت که گمشون نکنید، همیشه باشه. سعی کنید با همون اولیه انگنوویت کارتون رو بیشتر راه بندازید. ولی چت جی پی تی رو بچه‌ها فراموش نکنید. میرسیم به قسمت بعدی، تایم منیجمنت. بچه‌ای که میگن آقا من زمان کم میارم، من رایتینگم باید یه رو به اضافه وقت داشته باشم، نمیرسم 40 دقیقه بنویسم، مثلا حالا دارم تو تسک 2 رو میگم، ما چی کار بکنیم که تایم کم بیاریم؟ اینم قسمت مهمیه. به هر حال اگه نتونید تو تایم اون پرفورمنس رو داشته باشی، هیچ فایده‌ای نداره، هیچ نمره‌ای نمیگیری. 2 تا کار باید کنیم. اولین کار چیه؟ اسمشو من گذاشتم تایم ریداکشن پرکتیس. یه کاریه که یه تمرینیه که به مرور زمان خیلی خوب جواب میده. یعنی من یه موردم ندیدم جواب نده. اگه پایبند باشی به این تمرین، به مرور زمان توی حالا 1 ماه 2 ماه بسی به تلاش ده 2-3 ماه حد اکثر جوابتو میگیری. از این تایم ریداکشن پرکتیس رو شاید زیاد توضیح دادم تو این کانال، البته واسه مهارت‌های دیگه بوده، تو رایتینگ هم همینه. ما میایم چیکار میکنیم؟ یه رایتینگ مینویسیم تسک 2 مثلا، یه موضوعی میذاریم جلومون، شروع میکنیم تایپ میکنیم که الان باید تایپ کنیم، حالا به نوشتم منظورم تایپه. کاری ندارم که تو 40 دقیقه بنویسم، یه تایمر میذارم پشتم، اصلا یه گوشه‌ای ولی تایمر میذارم. خب شروع میکنم، بهترین عمل کردم میبینم تو چند دقیقه است. این خیلی مهمه که من بدونم آقا من بهترین رایتینگ پرفکت، اونی که دیگه لذت برده من نوشتنش، مثلا توی جای 40 دقیقه 60 دقیقه نوشتم، مثال میگم 20 دقیقه وقت اضافه واسش گذاشتم. اوکی، اینو میذارم کنار، نوشتم. از فردا که میخوام رایتینگ تمرین کنم یا از جلسه بعدی، 1 دقیقه به 1 دقیقه در کمترین حالت، میتونید 2 دقیقه یا 3 دقیقه هم بکنید، بستگی به قابلیت خودتون داره. اگه خیلی تایم منیجمنتتون ضعیفه، 1 دقیقه به 1 دقیقه، 1 دقیقه به 1 دقیقه کم کنید. یعنی 59 دقیقه تایمر بذار جلوت، هی این تایمر رو ببین رایتینگ بده، بذار اون استرس به جونت بیاد. 59 دقیقه وقت دارم ها.
آروم آروم جمع میشه بچه. یه چیزی وقتی آروم آروم رو ما پیاده میشه ما نمیفهمیم دردشو. میدونی چی میگم؟ اگر بخواد یه دفعه‌ای بگی من باید 40 دقیقه کنم از 60 دقیقه نمیتونی، ناامید میشی، اذیت میشی. ولی وقتی آروم آروم یه کاریو میکنی فشارش حس نمیشه، چون آروم آروم داری تحمل میکنی، نمیدونی. و ذهن ما هم هر چقدر این محدودیتش آروم آروم جمع بشه، کوچیک 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 بشه، خودش عادت میکنه، خودش میره تو اون ساختار کوچیک‌تر قرار میگیره. پس بابت همین میگم شما روز اول 59 دقیقه، روز دوم 58 دقیقه جلو چشت باشه، تمرین بعدی 50، همینجوری دونه دونه. اگه خیلی کارت درسته میتونی 2-3 دقیقه یا 5 دقیقه کم کنی، ولی اگه من پیشنهادم 1 دقیقه به 1 دقیقه است. آروم آروم میبینی استاد 40 دقیقه شد دیگه، مگر اینکه چه تاپیک خاصی باشه، حالا سختت باشه ایده پردازی فلان، 5 دقیقه یعنی یه جایی میرسی به 40 دقیقه. حالا یه تاپیکای خاصی شاید چند دقیقه وقت کم بیاری، ولی یه جایی میرسی به 40 دقیقه رسما. و این تقریبا چیزی که من همیشه تو شاگردام دیدم و انجامش دادم. مورد بعدی تایم ریداکشن تکنیکس. به هر حال یه تکنیک هایی هست که ما وقتی انجامشون میدیم کمک میکنه به این که آقا من سریعتر بنویسم، نگارش رایتینگم سریعتر باشه. چون راجع به اون تکنیکا قبلا یه ویدیو ساختم، همینجوری هم کلی این تایم ویدیو زیاد شده دیگه توضیح نمیدم، لینکش میذارم این گوشه صفحه. اینجا بهتون توضیح دادم چه کارهایی انجام بدیم که مرور زمان نگارش رایتینگمون سریعتر بشه. روی این ویدیو کلیک کنید، برید ببینید اون کارا چی ان و سعی کنید آروم آروم تو تمرینای حالا هفتگیتون این کارا اجرا بکنید و تو رایتینگتون پیاده کنید که سریعتر بنویسید در کنار اون تمرین اول. خب پس تا اینجا یه جمع‌بندی کوتاه بکنم برم مورد اون به اضافه یکه ببینیم چیه. گفتیم رایتینگ تا الان 6 تا ذیل داشت و 6 تا زاویه داشت. اول گرامر بود، توضیح دادیم، بعد وکب بود، بعد خود بند دیسکریپتر بود که باید مسلط باشیم بهش، بعدش استراکچر بود، همون منظورم استراکچر رایتینگ نه گرامر. مورد بعدی تایم منیجمنت بود که همین الان صحبت کردیم و آیدیا جنریشن بود. گفتیم یه به اضافه یکی هم اینجا وجود داره. اوکی، حالا این به اضافه یکی چیه؟ قبل از این به اضافه یکی بگم اگر ایده پردازی و حالا خود ماهیت ایده پردازی دوست داری بیشتر یاد بگیری، ببین چطور ایده پردازی کنی، من 3 تا روش خوب واسه ایده پردازی بهت یاد دادم. لینک ویدیو رو این گوشه صفحه میذارم، اون ویدیو رو ببین. کلا این که اون 3 تا روش واسه ایده پردازی چی ان اگه بدونی خیلی سریعتر و دقیق‌تر ایده پردازی خواهی کرد. اما ببینیم اون به اضافه یکی که از اول ویدیو دارم میگم چیه. اون به اضافه یکن اگه انجام بدی شاید باورش سخت باشه بچه ها، ولی تو 5-6 دقیقه آخر آزمونمون اینو زیاد تجربه بهم نشون داده. مخصوصا بچه های 5-5.5-6 میتونن 1 تا نیم نمره، بعضن 1.5 نمره، اونایی که خیلی اینو تمرین میکنن بیارن روی نمرهشون 1.5 1.5. اینا عددهای کمی نیست بچه. بعضی سر نیم نمره رایتینگ چند ماه تلاش میکنن و با یه کار ساده تو 5 دقیقه آخر آزمونت قایم شده. این چند نمره‌ای که حالا دارم ذکر میکنم چیه اون کار؟ اون کار بهش میگیم پروف ریدینگ و ریویژن. این خودش بچه‌ها نیاز به تمرین داره. یعنی اینکه پروف ریدینگ و ریویژن رو هر وقت یاد بگیرید، عین رایتینگ باید تمرینش بکنید. آروم آروم، یعنی اولش خیلی ازتون وقت بگیره، نه توی 5 دقیقه پیادهش بکنید، ولی عین رایتینگ وقتی تمرینش میکنید به مرور زمان بعد چند ماه، چند هفته، چند ماه، بستگی چقدر ساعتت ضعیف باشه اینجا، میبینید تو 4-5 دقیقه این کارو جمع کردی، تموم شد رفت. و من چه نمره هایی و چه شاگردهایی دیدم که با مستر شدن این 2 تا اسکیل تونستن به راحتی برسونن خودشونو به 6.5-7، در صورتی که طرف شاید 3 بار آزمون داده همون 6.5 رو بگیره. وقتی اینو حلش کرد تونست 6.5 رو بگیره. حالا میخوای بدونی اون پروف ریدینگ چیه، چطوره، من چطور اون تکنیکا چی ان، چیکار باید بکنم، اصلا پروف ریدینگ و ریویژن اینا چی هستن، قانوناش چی ان، همه این سوالا اگه تو ذهنت میگذره این ویدیو رو صفحه رو باید ببینی که بهت کاملا توضیح دادم چطوری 1 تا 1.5 نمره، حتی نیم نمره هم اگه حالا ساعتت بهتره، تو 5 دقیقه آخر آزمونت بگیری.